ببینید چه بلایی سر لاستیک جلوی موتور اومده. می‌خواستم با موتور سری بزنم به گاراژ صافکاری نقاشی، ولی خدا رحم کرد که این لاستیک رو دیدم. ممکن بود به قیمت جونم تموم شه. منم که می‌خواستم ببینم آقا فریبرز در چه حالی، دیدم پدر خونه نیست و سوئیچش آویزونه. منم ماشین بابا رو با اجازهش پیچیدم و رفتم گاراژ صافکاری نقاشی تا یه سری به آقا فریبرز بزنم ببینم وضعیتش در چه حاله. بتونای ماشین تلاش خورده بود و یه سری جای ماشین آهن شده بود، دو تا گلگیر جلو نوآ نصب شده بود، در جلو سمت راننده و در عقب سمت شاگردم عوض شده بود. 2 روز بعد کیت 5 تیکه اسپورت 90 ابروی چراغ جلو که 3 تومن برام تموم شده بود و بردم گاراژ صافکاری نقاشی تا تو پروژه بازسازی ماشین اینا هم رنگ بشن. همونطور که میدونید یه نظرسنجی برگزار کرده بودیم که اکثرا انتخاب کردن ماشین رو اول به حالت فابریک کنیم اسپورت در بیاریم و بعد بریم سراغ اسپورت. شاید که می‌خواستن ببینن آیا ارزش داره همچین ماشینی بخرن و بخوان به حالت فابریک درش بیارن و بازسازیش کنن یا نه. رفقا الان خیلی به حمایتتون نیاز دارم. حتما با لایک و فالوتون از من حمایت کنید چون دارم ماشینی رو جمع می‌کنم که موتور عالی داره ولی به خاطر ظاهرش خیلی نمیان سراغش.